نیت و قلب نظرگاه پروردگار است. پروردگار همیشه به قلب بنده‌اش، به نیت بنده‌اش و به فکر و روح و روان بنده‌اش نظر میکند و مناسبت میکند. حالا پروردگار در حدیث قدسی میگوید که انا عند ظن عبدی بی، همیشه مناسبت من با بنده ام اون است که هر فکری رو نسبت من داشته باشد. هر فکری رو کند من همون هستم برای بنده ام. یعنی همیشه نیتش نیک باشد و از رحمت الهی مثل شیطان ناامید نباشد. همیشه امید از رحمت پروردگاری داشته باشد و برای نیکی و نکوکاری مهنت و زحمت و تلاش کند. پروردگار حتمی همین بنده نیکبینی خیرخواهی در تلاش نیکی رو کامیاب میکند، یکی از انسان‌های مفیدی منفعتناک میکند.